این تیبل رو که ما جور میکنیم باز همین قسم شما هم استپ بای استپ جور میکنین در خانهتون. وقتی که از من دیتابیس ما تکمیل شد شما هم باید تکمیل کرده باشین بیارید. صحیح؟ نه شو تیبلز تو گرید. یک تیبل جور میکنیم در دیزاین ویو با خاطر پروداکتس. دیگه یک فیلد میتونم به نام پروداکت آیدی. اول متوجه باش خالد بس خیره پس آن میمانم باز نوشته کنیم. صحیح؟ پروداکت آیدی. در این تیبل کلی عموم معلومات نوشته میکنیم که درباره پروداکت هستند. ما مثلا در این دکان یا در این کمپانی کدام پروداکت داریم. کلش در این تیبل نوشته میکنیم. برشان یک آیدی هم میتیم که به نام پروداکت آیدی. دیگه مثلا نوشته میکنیم پروداکت نیم. نامشون از پروداکت چی است؟ در شارت تکست میگیریم. پروداکت مدل کدام مدل است؟ مدل داشته باشه. کمپانی کدام کمپانی است؟ مثلا کمپانی کدام کمپانی است؟ اینجا کمپانیش نوشته میکنیم. دیگه کدام سریال نمبر اگه داشته باشه مثلا سریال نمبرش نوشته میکنیم. سریال نمبرشون چی هستن؟ چیز معلومات که درباره پروداکت است. مثلا اگه اکسپایری دیت داشته باشه در کدام تاریخی از بین میره. مثلا شامپو چیزا کلشون از بین میره نه. اگه اکسپایری دیت داشته باشه میتونی نوشته کنی که در کدام تاریخ. چیزی که معلومات درباره پروداکت است در این تیبل نوشته میکنیم. این تیبل شد. این تیبل سیو میکنیم و پروداکت آیدی را یک پرایمری کی هم میتیم. این تیبل سیو میکنیم. اینی رو سیو کردیم به نام پروداکتس. که دی تمام معلومات چی هستن؟ پروداکتس هستن. که پیش ما که پروداکتس است از کدام کمپانی است، کدام مدل است، سریال نمبرشان چی هستن، تاریخ اکسپایریشان چی است، کل معلومات اینجا شد. بعد از یک تیبل جور میکنیم که دو سپلایر ما نوشته میکنیم سپلایر آیدی که می پروداکت ما از کی خریدیم، سپلایرش کی بود، نامش چی بود، اس نیم، سپلایر نامش چی بود، از سپلایر آدرسش چی بود، آدرسش نوشته کردیم، از سپلایر فون نمبرشان چی بود، از سپلایر ایمیل آدرسشان چی بود. چیز معلومات که درباره سپلایر هستن اینا کلش اینجا نوشته. ایمیل آیدی این درباره سپلایر شد. اینا هم یک پرایمری کی میتیم و اینا هم سیو میکنیم به نام سپلایر. چند تیبل شدن؟ دو تیبل. در یک تیبل تنها معلومات پروداکت، در دیگر تیبل تنها معلومات سپلایر. یک تیبل دیگه جور میکنیم در او تنها معلومات کاستمر، سر کسی که ما فروشیم. مثلا پروداکت خریدیم، از کی خریدیم، در سپلایر نوشته میکنیم، سر کی ما فروشیم، او را باز در کاستمر نوشته میکنیم. برای از این هم یک آیدی میتیم، کاستمر آیدی، نمبر انتخاب بدیم. بعد از او کاستمر نیم، نام کاستمر چی است، سر کسی که ما فروشیم. آدرسشان چی است، ایمیل آیدیشان چی است، فون نمبرشان، چیزی که معلومات درباره کاستمر است اینجا نوشته میکنیم. و برای این کاستمر هم پرایمری کی میتیم و این را هم سیو میکنیم. یعنی این را سیو کردیم به نام کاستمرز. چند تیبل شدن؟ سیو. دایی تنها معلومات پروداکتس، دایی تنها معلومات سپلایر که از کی خریدیم، دایی تنها معلومات کاستمر که سر کی ما فروشیم. حالا باید ما یک دو تیبل داشته باشیم که از کسی که میخریم، مثلا با چند آیتم خریدیم، قیمتش چند بود، چند دادیم، چند ماندیم، این باید در جدا تیبل باشه. و سر کسی که ما فروشیم، مثلا کدام پروداکت فروختیم، قیمتش چند بود، چقدر فروختیم، چند داد، چند ماند، این رو باید در جدا تیبل. اول میایم از سپلایر، از کسی که ما میخریم یک تیبل جور میکنیم. تیبل که دیگه ما نوشته میکنیم که ما از کی خریدیم یا از کی میخریم. دیگه نوشته میکنیم که سپلایر آیدی، سپلایر آیدی، نمبر، سپلایرشون اینجا نوشته میکنیم. اینجا تنها نوشته میکنیم که کدام پروداکت از پیش خریدیم. باز اینجا چی را میتیم؟ پروداکت آیدی، کدام پروداکت خریدیم، در کدام تاریخ خریدیم. این مثلا پرچیز دیت در کدام تاریخ خریدیم، دیت این تایم، پرایسش چند بود، کوانتیتیش چند بود، چقدر خریدیم، توتالش چند میشه، توتال
پیت چند برش دادیم، بیلنس چند ماند. فهمیدین؟ سعی کنیم در این تیبل ما چی داریم؟ پروداکت داریم در این تیبل که ما پروداکت نوشته میکنیم. مثلا ما قلم داریم، کتابچه داریم، این چیزا رو ما خریدیم. از کی خریدیم؟ نامایشان در کجا نوشته میشه؟ در سپلایر نوشته میشه. با کدام تاریخ خریدی؟ قیمتش چند خریدی؟ چقدر خریدی؟ اینی باز در این تیبل نوشته میکنیم. فهمیدین؟ در اینجا تنها معلومات نام و چیزایشان میباشه، به خاطر که تکرار نشه و ریلیشن ما جور کنیم که یک نام دوباره تکرار نشه. در اینجا تنها معلوماتشان نوشته میشه، در اینجا خریدشان نوشته میشه، کدام چیزا رو خریدیم، در کدام تاریخ خریدیم. فهمیدید تا اینجا؟ این رو سیو میکنیم. میتونی که باش که رو سیو کنیم، یعنی رو به نام میکنیم پرچیز، چیزایی که ما خریدیم، پرچیز تیبل یا پرچیز. سیو. پرایمری کی برای از این نمیده. پرایمری کی میتونی که چند فیلدشو کالکولیت کنی تا که براتون توتالشان خودش بکشه. مثلا توتال پرایس کوانتیتی، یک چیز 10 روپیه خریدی، 10 دانه خریدی، چند روپیه میشه، باید توتالش خودش بکشه. دیگه میتونی که اینجا چی رو بگیری؟ کالکولیتد بگیری. مثلا ما برش میگم که پرایس ضرب کوانتیتی کنم. اوکی. باش که تیبل اثر کدام فیلد که قبول نمیکنه خیر باز دیلیتش کنین، پس اثر جورش کنین، رایت کلیک اینسرت، پس اثر جور کنین. توتال کالکولیتد میگم پرایس ها ضرب چی کنه؟ کوانتیتی کنه. اوکی. و بیلنس مثلا توتال 100 روپیه شد، 50 روپیه تو برش دادی چون تو خریدی، 50 روپیه دادی، چند روپیه از میمونه؟ 50 روپیه. یعنی پید باید از کی منفی شوه؟ از توتال منفی شوه. جوابش در کجا بیه؟ در بیلنس. اینی را باز یک بار دیلیت میکنیم، اگه جور نمیشد فاس اثر نمیشته میکنیم، باز میشه بیلنس. اینجا باز کالکولیتد میگیریم، میگم که توتال منفی چی شوه؟ پید. توتال منفی پید شوه. مثلا 50 روپیه برش دادی، چند روپیه میمونه؟ 50 روپیه میمونه. 100 روپیه اگه شده باشه باید قیمتشون بکشه. یعنی اینم جور کردیم. این تیبل هم سیو میکنیم به نام چی بود؟ پرچیز تیبل. یک تیبل دیگر رو جور میکنیم تنها به خاطر روش وقتی که تو مفروشی. سعی کن اینجا باز سر پروداکت اینجا نوشته شد که کدام چیزا رو تو داری، سری که مفروشی نامای کاستمر اینجا نوشته شد، کدام چیزا رو در کدام قیمت فروختی، ایره باز در تیبل نام اینجا جور میکنیم. اینو نوشته میکنیم که کاستمر آیدی نمبر گرفتم، پروداکت آیدی کدام پروداکت سرش فروختم، در کدام تاریخ سیل دیت، در کدام تاریخ فروختم، قیمتش چند بود، کوانتیتی چقدر گرفت، توتالش چند شد، پید چند بر ما داد، بیلنس چند سرش ماند. این بالا باز سیو میکنیم. این سیو میکنیم به نام سیلز که ما مفروشیم. سیلز پرایمری کی برشان؟ نه. در اینجا باز این توتال باز کالکولیت میکنیم. مثلا که یک چیز تو فروختی قیمتش 5 روپیه بود، مثلا 10 دانه بود، چند روپیه میشه؟ 50 روپیه میشه. چند روپیه برداد؟ مثلا 20 روپیه برداد. چند روپیه سرش ماند؟ 30 روپیه. باید دیگه کلش بکشه. دیگه میشه که یارو کالکولیتد بگیریم. تیبل باید سیو باشه. این اگه قبول نکرد خیر یک بار دیلیت میکنی، پس اثر جور میکنی. نوشته میکنیم که توتال باید چی باشه؟ کالکولیتد باشه. باز پرایس ضرب چی شد؟ کوانتیتی. که یک چیز 5 روپیه گرفتی، 10 دانه گرفتی، چند میشه؟ باید ضرب شه. بیلنس هم به همین رقم نوشته میکنم بیلنس. اینجا باز کالکولیتد میکنم. دایی میگم که توتال منفی یعنی تیبلم جور شد. سیوش میکنم. چند تیبل جور شد؟ 5 تیبل جور شد. دایی نهی تنها پروداکتس هست، چیزایی که تو داری. دایی سپلایر تنها نفرایی هستن که تو از پیشش خریدی، تنها دیتیلزشون هستن. در کستمر تنها نام و چیزای کسایی هستن که تو سرش فروختی. در پرچیز تنها معلومات و چیزایی که تو از سپلایر خریدی. و در سیلز معلوماتی که تو سر کستمر فروختی. چند تیبل شد؟ حالا میایم اینجا ریلیشنش جور میکنیم در دیتابیس تولز. ریلیشنشیپ کلیک میکنیم. این تیبل ها را کلی شرط میکنیم. این تیبل ها را کلی شرط کردیم سه کالج بهتر براتون معلوم میشه. یکی کستمر است. سر کستمر چیزا را مفروشی. فروختن چی است؟ سیل. یعنی تا اینجا میمانیم که سر کستمر چیزا را مفروشی. چی را مفروشی؟ پروداکت را مفروشی. و پرچیز سپلایر چی میگنی؟
پرچیز میکنید از پیشش میخری. سعی اینجا ما سپلایر آیدی داریم، پرایمری کی داره. نشان پرایمری کی رو میبینین، نشان کلیکی هست اینجا. میبینین؟ چیز؟ پرایمری کی یا باز نداره. اینی سپلایر آیدی را کش میکنیم، سر از کلیک اعلام میکنیم. این را کاتشان کلیک میکنیم این رفرنشال اینتگریتی. که اینجا نام سپلایر نوشته شده مثلا علی، آدرسش، فون نمبرش، ایمیلش و اینجا نوشته شده که کدام پروداکت خریدی، در کدام تاریخ خریدی، چند قیمتش بود، چند توتال کل چیزاش اینجا شده. و این درباره کاستمر شد. اینی را کلیک اعلام میکنید اینی را هم کاتشان تیک مارک میکنی. که اینجا کاستمر سر کس که فروختی نامش چی بود، آدرسش، فون نمبرشان و در کدام تاریخ فروختی، کدام چیزا. پروداکت ما در کجاست؟ در اینجا. سایکو پروداکت آیدی را اینه. پروداکت آیدی را کش میکنی سر اینی پروداکت آیدی کلیک اعلام میکنی. انفورس رفرنشال اینتگریتی شا کلیک میکنی. و در اینجا هم ما پروداکت آیدی داریم. اینی را هم کش میکنی سر از کلیک اعلام میکنی. اینی را کلیک میکنی. چند جای ریلیشن جور شد؟ سعی کنیم باشه اینجا منظم بانیم. اینی را یک بار نوشته کنیم کتان بعد از او پیش میریم. سیز پروداکت اینجا میمانیم، پرچیز اینجا یا هر جایی که میمانیم مانده میشه، مشکل نیست. یعنی اینجا کل فیلدز است، کل تیبل ها هستن. از اینجا نوشته کنیم که این قدر تیبل ها باشه، این قسم ریلیشنشان باشه. باشه من ریکاردینگ استاپ کنم. باشه یک بار ریکارد انتر کنیم باز براتون معلوم میشه. حالا اول ما پروداکت نوشته میکنیم که ما پروداکت کی داریم. مثلا پروداکت آیدی نمبر 1 چی دارم؟ قلم. مدلش چی است؟ مثلا کدام مدل اگه باشه مثلا میگم چی لینک است یا بلک اند وایت است، بلک کلر است. اینجا چی داریم؟ کمپانی، مثلا میگم کمپانی لینک است. سیریال نمبر اگه داشته باشه رو میشته. یک پروداکت ما دارم. مثلا دیگه پروداکت دارم کتاب. کدام مدل است؟ اگه مدلش مثلا میگم که یا 20 برابر هر مدل که داشته باشه مدلش نوشته میکنی. از کدام کمپانی است؟ مثلا میگم که هم از کمپانی لینک هستن. سیریال نمبر اگه داشته باشه. مثلا یک چیز دیگه دارم پروداکت چی است؟ پنسل. از کدام چیز؟ حالا این پروداکت که داری ای پن این رو تو از کی خریدی؟ این رو باید ما در کدام تابل نوشته کنیم؟ در سپلایر. چند پروداکت است؟ 3. 1 2 3. اینو ما اینجا نوشته میکنیم در سپلایر. سپلایر آیدی نمبر 1 میگم کی هستن؟ خالد. مثلا آدرسشان، کمپانی، فون نمبرشان اینی، ایمیل آدرسشان همین. چی را خریدیم؟ اینجا این رو که کلیک کنیم سایکو پروداکت آیدی. من میگم کدام پروداکت خریدیم؟ پروداکت آیدی 1 چی بود؟ قلم بود نه؟ میگم قلم از پیش ازی خریدیم. در کدام تاریخ خریدیم؟ اینجا تاریخش هم نوشته میگیریم. پرایسشان چند بود؟ فرض مثال میگم که 10 روپیه بود. چند دانه از پیشش خریدیم؟ 5. توتالش چند میشه؟ 50. مثلا چند روپیه برش دادم؟ 20. چند روپیه میمونه؟ 3. این پروداکت 1 بود. اونجا چند پروداکت ما دارم؟ 3. پروداکت 1 را از کی خریدیم؟ اینجا نامش نوشته شد که خالد. این دیگه دیتیلزش نوشته شد. مثلا پروداکت 2 را از کسی دیگه خریدیم. این اینجا نوشته میکنم که اون نمبر 2 است. فرض مثال فرهاد است. آدرسشان میگم که کجا هستن؟ وزیر. اینی فون نمبرش است. از این چی خریدیم؟ این اینجا نوشته میکنم. میگم پروداکت 2 را باز از خریدیم. در کدام تاریخ؟ این اینجا تاریخش نوشته میکنم. در کدام قیمت؟ اینجا قیمتش نوشته میکنم. مثلا میگم که 5 روپیه چند دانه خریدیم؟ 10 تا 50 روپیه میشه، باش که 20 دانه. 100 روپیه میشه، چند روپیه دادم؟ 40 روپیه دادیم، 60 روپیهش میمونه. صحیح شد؟ اینجا کاستمر سپلایر نوشته شد، اینجا پروداکت دیتیلزش نوشته شد و پروداکت اونجا نوشته شد. حالا میایم در کاستمر. سر کسی که فروختیم. مثلا میگم کاستمر آیدی 1 سر کی فروختیم؟ سر بسیط. آدرس ازی کجا هستن؟ مثلا میگم که کوچه کار استریت. ایمیل آدرسشان، فون نمبرشان نوشته. کدام پروداکت فروختیم؟ اینی رو کلیک میکنیم. چند پروداکت داشتیم؟ 3 پروداکت. میگم مثلا پروداکت آیدی 1 سرش فروختیم. پروداکت آیدی 1 چی بود؟ قلم بود نه؟ در کدام تاریخ؟ مثلا میگم در اینی تاریخ. پرایسشان چند بود؟ فرض مثال میگم 15 روپیه. توتال مثلا میگم که چند دانه سرش فروختیم؟ 15. 5 دانه چند روپیه میشه؟ 75. فرض مثال 50 روپیه داده. چند سرش میمونه؟ 25. سعی کال اینجا در ریلیشن پس میگم که خوب براتون معلوم شود.
در اینی تیبل کل پروداکت نوشته شد، یعنی چیزی که ما پروداکت دارم کجا نوشته شد؟ در پروداکت. در سپلایر کسایر نوشته شد که از پیشش خریدیم. در اینجا باز دیتیلش که مثلا در کدام تاریخ خریدیم، در کدام قیمت، چند دانه توتال میشه. در این باز سیل شد که اینی پروداکت که ما فروختیم سرکی فروختیم، اینجا نامایشان نوشته شد و اینجا در کدام تاریخ فروختیم، چند قیمت بود، چند کوانتیتی بود، توتال پی. فهمیدین تا اینجا؟ بس تا اینجا امروز بستان است.